برای شروع این مدیتیشن ذهن آگاهی فقط خودتو بذار توی حالت راحت، یه جایی که برات مناسبه، هر حالتی که بهت حس خوبی میده. وقتی حس کردی بدنت آماده است، آروم چشمات رو ببند. با چشمای بسته یکم زمان بذار تا به حرفا گوش بدی. اول فقط بدنت رو حس کن و توجه کن به سنگینی بدنت روی زمین. نقاط تماسی که بین تو و سطح زیرته رو حس کن. سطحی که روش دراز کشیدی یا نشستی. دیگه چی رو متوجه میشی؟ بودن توی بدنت الان چه حسی داره؟ بدون قضاوت فقط نگاه کن. هر چی که هست بذار باشه، بدون اینکه قضاوتش کنی. فقط تو لحظه باش. با مهربونی و توجه به چیزی که هست. و حس همدلی توی قلبت. اگه ذهنت پرت شد اشکالی نداره، قضاوتش نکن. فقط آروم تمرکزتو برگردون به چیزی که هست، به نفست، به بدنت و حس بودنت توی این دنیا کنار چیزایی که دور برتن. بذار همه چی فقط باشه، همون جوری که هست، از جمله خودت. حالا کم کم بذار توجهت بره. شروع کن به سفر ذهنی و برگرد به بدنت. حس کن که بیشتر آگاه میشی از بدنت. مثلا با تکون دادن شونه هات رو نرم بچرخون. انگشتای دست و پات رو آروم تکون بده. همچنان ذهنت با لحظه حال باشه و این حس حضور رو به همراه خودت ببر. کم کم چشمات رو باز کن و برگرد به دنیای اطرافت. کارت عالی بود. ممنون که تمرین کردی. امیدوارم بقیه روزت پر از آرامش و زیبایی باشه.